ورزش با برقه. زنان افغان از حقشان برای ورزش در یگانه باغ برای زنان در شهر میمنه ولایت فاریاب بهره میبرند. با وجود مشق با برقه که آسان نیست، بعضی از مردان آنها را در اینجا دیدن نمیخواهند، ولی زنان می آیند. ما را خواهیم دکترها گفته ورزش که نمیره تا که میتونیم ما دوام میتیم بچه میدیم ورزش. فایده دیدیم ما ورزش دیگه. در بیرون از باغ مردها عصبانی اند. در اینجا میان ورزش میکنن، در اینجا نکنن، رفت دم خانه ایشان کنن. در اینجا ورزش نمیشه. چرا؟ در اونجا نمیشه که مردم 24 تا مردم ورزش میکنن، قصدران مردم ورزش میکنن. در اینجا نزاکت هم خوب نیست. زنان دیگر جایی رفتن ندارند چون یگان تالاری ورزشی زنانه در شهر میمنه نیست. ما تا هنوز نتونستیم به خاطر نبود زمین یک جمنازیوم معیاری از طریق اداره ورزش افغانستان که مصارفش داده میشه بسازیم و در خدمت ورزشکارای ولایت فاریاب بخصوص طبقه نسوان بگذاریم. ما در تلاش از هستیم انشالله همین زمین خریداری شود، مشکلات نسبی طبقه نسوان و ورزشکارای مکاتب ما حل میسازیم. جنگجویان طالب که چنین برقه را در افغانستان رایج کردند چند کیلومتر دورتر از این شهر جایگیر شدند، ولی زنان میمنه همچنان برای قوی تر شدن ورزش میکنند.